حالتون چطوره؟ به ولاگ دیگه خیلی خوش گردون. توی این ویدیو ها قرار ببینیم که یکی از اعضای لشکر قرتی بودن چه شکلیه و چه خوبیه و مزایی داره. با عنوان کسی که کیمیا رو خیلی وقت دنبال میکنم قرار بهتون نشون بدم که از اعضای لشکر قرتی بودن چه شکلیه و قرار از ترفندهای کیمیا استفاده کنیم. پس هر چه زودتر کامنت لایک کن، کامنت بذار و چنل رو ساب کن. ویدیوهای قبلی در مورد اینکه هر استایلی و هر اکسسوری برای چه ماهی مناسبه و باعث جذب پول و عشق و سلامتی براش میشه توضیح داد و حرف زد و مهر ماه اولین ماهی بود که در مورد صحبت شد و من خیلی به گوش سپردم این جملات رو، تو مغزم ذخیره کردم و قرار توی استایل این تولدش استفاده کنیم. بزن ببینیم قرار چی بشه. صحبت کرد برای مهر ماه استایلی که پرنسسی وارگونن و این توناژ رنگی خیلی مناسبه و من به عنوان یکی از اعضای لشکر قرتی‌های حرف گوش کن برای جذب پول و ثروت و سلامتی توی این تولد قرار این جگر بلا را بپوشم. جگر بلا بزن ببین چه شکلی قراره. اصلا ندیدین که نگاه شنبوله چقدر فرح بخش نیست بیش از اندازه آیا و چقدر من اعضای لشکر قرتی‌های حرف گوش کنی هستم. نگاه آره خب و بریم سراغ مورد بعدی. فرض کن توی که از اعضای لشکر قرتی‌ها باشی بعد بدبو بری. زشته. وایسین عطرامونشون بدم با توناژ گلی که از همون ویدیوی استایل برای هر ماه تولدی برداشتم، یعنی گوش کردم. وایسین براتون بزنم تو صورتتون شما بزنید. ولی آها به حالا یکی از ترفنده دیگر میخواستم استفاده کنم برای خوشبو بودن که بازم از به عنوان که از لشکر قرتی ها بودن یاد گرفتم این بود که لوسیون بزنی، بعد عطر بزنی، بعد روغن بدن. ولی متاسفانه بنده روغن بدن ندارم، راستش اونقدر لب ساحل نیست خونمون که برم هر روز آفتاب بگیرم برای اینکه روغن بدن داشته باشم. فقط لوسیون بدن دارم و نمیدونم جواب میده یا نه، ولی خب تست میکنیم دوستان. تست خب بذاریم من لوسیون بدن بیارم. آووکادو زده روش، بوی آووکادو و گیاه و اینا میده و نمیدونم که قراره رایحه گلی روش چیز جالبی در بیاد یا نه، اما خب امیدوار باش تا کام روا باشه خانیومم، امیدوار باش تا کام روا باشه. اول میمالیم خیلی خوب دستمون، بعد عطر میزنیم. حالا من آخر ولاگ میگم که آیا این روش بدون روغن بدن هم های جواب میده یا نه خانم گلیا، بهتون میگم. این بزن بریم مرحله بعد. من ویدیو نگرفتم چون کاری نکردم دوستان. یک کلیپس تمام، ریمل رژ لب تمام. میدونین قرار بود که من از تکنیک دو سوم استفاده کنم که بازم از کیمیا یاد گرفتم که از بین استایل و مو و فیس دوستاشو انتخاب میکنی، یکیشو به حال خودش میذاری. قرار بود موهام و استایلم مثلا خیلی جینگول بونگول باشه ولی دختر خالم میکارش پیشون و مجبور شد بره و نتونست ماه من رو جینگول بونگول کنه. پس شما همینو برای من تکنیک دو سوم بپذیرید و فکر کنید که موام خیلی فشیانتر و زیباتره. اگه کم بودی در اعضای گروه لشکر قرتی ها بودم و کم بودی بود تو این ویدیو، من معذرت میخوام، ببخشید و بزن بریم. خستگان خوش گردین بخونه.